بریم به آموزش. وارد برنامه اینشات میشیم. ویدیویی که گرفتیم از قبل رو میایم داخل اینشات وارد میکنیم، اسکرین شات میگیریم صفحه اولش رو، بعد میریم گوشه‌هاش که بالاش که سیاهه رو کراپ میزنیم، بالا پایینش رو کراپ میزنیم، برش میریم، بعد میایم داخل این سایت که در کپشن هم میذارم اسمشو، میایم پایین بخش ویدیو رو میزنیم، این اولی که رفت تو زوم نوشته رو میزنیم، عکس که برش دادیم انتخاب میکنیم، جنریت رو میزنیم، صبر میکنیم. حالا 45 دقیقه دیگه ویدیو آماده میشه. بعد 45 دقیقه میایم بخش لایبرری، ویدیو رو دانلود میکنیم، وارد اینشات میکنیم و اون اول میذاریم، ادامه اون ویدیو میذاریم، اول اینو میذاریم، بعد اون ادامه ویدیو که خودمون، بعد معکوس میکنیم همین ویدیو رو، بعدش ادیت های لازم رو میزنیم و آهنگ میذاریم روش.